من رفت تو هندوستان براتم. منش گفت بیا در جلال آباد یک درویشی ها حضرت مولانا اشرف علی تانوی خلیفه من را گندوک کو پیرمرد بیاد گوشی که شما اشکوتا یک پیرمرد ایران کپته شما یهتا من چاری گل من گفتم ما اشکوتا که مولانا تانوی خلیفه ایرانه گوشی می یعنی من دوباره گوه می اشکان ریخته یعنی من خلیفه مولانا من کجا مولانا کجا یعنی کم نفسی ما نشتت این جوانیه گوشی حضرت منی چوکی مریضه گوشی که جا خدا شفا دیگا هنچ توند جا خدا شفا دیگا برو خدای شفا ده شفا در راه بعد از چند دقیقه اپا پیرمردیه گوشی جنم مریضه چی هنچی گوه جا خدا شفا دیگا برو خدای شفا ده شان چوشیه نتا نه نشتتن جلسه دیوان بگنه جنینان سب بکنه چند تمنی تعویز بلین مروچی اینا دنیا شب کرده همه وقتا برخلاف ما اشکتو باز انتح واسطابان داتو که ما گوشته که مولانا محمد عمری پلان کتاب من چارتا چه حدیثی نی که مولانا استدلال کرد دیگه خدای نکرده به مولانا این توهینی کرده نبدی مریدان واجه نه مرید نه مشتی احمق حرکتش کرده که بله مولانا اشتباه کرد بچه صحابه اشتباه کرده بدبخت من مولانا که هر که اشتباه کرد کسی که اشتباه نکرده محمد رسول الله هم از پچی از طرف آنگو بله مروچی های مولا فلانی چشم گوه نامردان بیچارگان مردمان مریضیان هم تشخیص دهن فلانجاشی رفته جن سری کپته فلانجا چوشانی کرده یا مثلا دوست داره گیشن به دروگ این لعنتیان بگو جلوشی بگیریم میایی مارم مگوشی که پرچیو گوشته که تعویز مده این لعنتیانی جلو بگیریم شما ملعون مبیش شما امر معروف بکنی شما نهی از منکر بکنی شما ناجایز بگوشی حرام بگوشی حلال بگوشی بله ما مجبوره نه زوری هم نه طاقتی هم بگفتار واجهان نه علم و عملی هم ولی بنده خدایی گناهگاری هر چی که مخالف دین خدا مخالف قرآن خدا مخالف حدیث رسول الله بگنده هر که گوشته ردیه کن هر کس معنیشه اگر آکس پادشاهی هم بی ما در مقابله اوشته اگر رعیتی مثل ما بی هم در مقابله اوشته با امید خدا هیچ به حاضر نه که باطل بگوشی حق گوشی حق باطل گوشی باطل دروگ راست بله هر که بی خداوند تبارک ما را شما را چوکان په کنه توفیق ادب عمل انسانیت گذشت نصیب بکنه با امید خدا و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.